سلام و وقت بخیر. محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور میگوید به تصمیم جدید آمریکا مبنی بر خروج اساکرش احترام دارد و ای گفته است بعد از خروج نیروهای آمریکایی قوای دفاعی و امنیتی افغان توانایی دفاع از خاکشان را دارند. لوید استن وزیر دفاع آمریکا میگوید حمایتشان از نیروهای افغان دوامدار خواهد بود و افزوده است آمریکا با نیروهای افغان در بخش‌های مختلف همکار خواهد بود. مقامات میگویند پس از منع صادرات اموال غیرقانونی از راه ترخم نظم به میان آمده است و مسافرین به آرامی میتوانند عبور و مرور کنند. قبل از این مسافرین از بیروبار راه ترخم شکایت داشتند. در سال 1399 در سراسر کشور 299 متریک تن توت زمینی تولید شده است. وزارت زراعت، آبیاری و مالداری میگوید در سال گذشته 62 هکتار زمین توت زمینی کشت شده بود و کار ساخت یک سردخانه به ارزش 180 میلیون افغانی در ولایت هرات آغاز شد. مقامات گفتند این سردخانه در ولسوالی گذر ساخته می شود که ظرفیت نگهداری 1500 تن سبزیجات و میوه‌جات را دارد.